سلام مجدد. میخواستم بپرسم ازتون که کدوم کشور الان شما مهاجرت کردین و چه مدت اونجایین؟ من حدود 5 ساله که به کانادا مهاجرت کردم. 5 ساله. و از چه طریقی رفتین؟ من تحصیلی اومدم. اوکی، خیلی هم عالی. الان تو کدوم شهر کانادا هستی؟ من الان ساکن ونکوورم. اینجا میشه مترو ونکوور، ولی شهر لنگلی هستم که تو همون ونکوور بزرگ میشه. خب اوکی هست، راضی هستین از این شهری که هستین حالا نسبت به شهرهای دیگه؟ ونکوور آره شهر خوبیه، کوالیتی خوبی داره. دماهای خیلی بالا و خیلی پایین نداره مثل بقیه کانادا. یعنی خیلی به ندرت میشه که مثلا ما -40 یا -20 یا اصلا دمای اونجور منفی داشته باشیم اینجا، یا برف این سالی یکی منفی دو. 40 وجود داره؟ بله، کلگری تو تورنتو این داستان وجود داره. بعد ولی خب تنها شهری که این فرمت رو نداره، این حالت رو نداره، همین شهر ونکووره که نه. و همیشه هم وقتی برف میاد یه هفته مردم دارن از کلیپ هایی که اون اتفاقاتی که اینجا افتاده میخندن، چون همه مسخرهشون میکنن و میگن مردم ونکوور نمیدونن باید با برف چیکار کنن. کیفیت خیلی خوبی داره این شهر، ولی شهر گرونی هم هست. یعنی گرونترین شهر کانادا برای زندگی همین شهر ونکوور است. خیلی هم عالی. هزینه خورد و خوراک اونجا چجوریه؟ یعنی خورد و خوراک مدیوم مثلا چقدر هزینه در بر داره؟ خیلی دقیق نمیتونم اینو بهتون بگم، چون خودم اندازه نگرفتم که چجوریه. ولی مهم. فکر میکنم حداقل ماهیانه حداقل باید $400 باشه اینجا. خیلی کم اگر بخوایم دست پایین حساب کنیم. آره، خب ما این سوالایی که میپرسیم میخوایم که برای کسایی که قصد مهاجرت به اونجا دارن که بدونن یه حداقل زندگی متوسطی که داشته باشن خب چقدر باید هزینه بکنن، حالا هزینه خورد و خوراک و هزینه اجاره خونه و مسکن، که اونم اگه به ما بگین که حداقل و یا حد اکثر یه خونه. براتون اینو آره میتونم یه بریکدانی بهتون بدم که این چه اتفاقی میفته. بزرگترین هزینه شما توی کانادا در حال حاضر هزینه مسکنه. تو محدوده ونکوور شما یه آپارتمان یه خوابه الان امروزی که من و شما داریم صحبت میکنیم زیر 2400-500 دلار نمیتونید پیدا کنید یا اجاره کنید اصلا. حالا هر چقدر که از ونکوور فاصله بگیرید این قیمت کمتر میشه، ولی باز این مبلغ در نهایت به زیر $2000 نمیرسه هیچ جا. این بزرگترین هزینه شماست. هزینه بعدی اینجا همون هزینه خورد و خوراکه. یه حدود 400-500 دلار حداقلی باید برای این موضوع کنار بذارید. حالا اگر رستوران و نمیدونم تفریحات دیگه مثل بار و اینا هم بکنید که این رقم تا شاید 800-900 دلار هم بالا بره. چون مثلا اینجا یه وعده غذای ایرانی الان بخواید بخورین زیر $40 نیست. حالا این بخوایم تیپ و اینا هم بهش اضافه کنیم که داستان خودشو داره. بعد کاست بعدی که هست همین هزینه‌های جانبی مثل موبایل و اینترنت و اینجور چیزاست. اون هم که یه هزینه حداقل 200 دلاری داره. در مجموع خیلی اگر بخوایم دسته پایین حساب کنیم، یه خونه یه خوابه یه خورد و خوراک و یه هزینه‌های جانبی حدود 3400-500 دلار برای شما ماهیانه هزینه داره. حالا اگر نخوایم ماشین رو بهش اضافه کنیم، سوخت رو هزینه بهش اضافه کنیم کامله. و بقیه مسائل. دقیقاً. هزینه حمل و نقل اون. هزینه حمل و نقل اینجا شبکه هم نقل خوبی داره، تقریبا میتونم بگم. اسکای ترین داره که همون حالا معادل همون شاید مترو خودمون باشه، و اتوبوس و اینا. فکر میکنم الان اگر بخوایم پس بگیرین حدود 200 یا $250 یه پس یه ماهه این داستان باشه، ولی به زونای مختلف که میرید این تغییر میکنه، ولی همون 200-250 دلار فکر کنم اوکی باشه. یعنی منم اینو خیلی وقت از زمان دانشجوییشون اینو نگرفتم، باز خیلی دقیق نمیدونم، ولی این حدود باید باشه. بعد حداقل پای حقوق اونجا چقدره؟ یعنی یه شغل معمول. میگم این سوال خیلی سوال خوبی بود، چون میتونم یه خود باز کنم براتون نسبت درآمد به هزینه رو. این خیلی خیلی اطلاعات بیشتر میده. اینجا حداقل حقوق فکر میکنم $16 الان تو استان بی سی. شما 160 ساعت میتونید کار بکنید. یه حساب کتابی که بخوایم بکنیم
مثلا من یه حساب کتاب بکنم، یه دقیقه اینجا نگه دارید من براتون حساب کتاب کنم و یه بریکتام بهتون بدم. نه. میخوام خیلی دقیق بهتون بگم. آره عالی. یه چیزی مثلا میشه حدود $2600 که از این هم بازی $200-300 تکس میدید و اینجاست که اگر حالا تو این لول گیر کنید خیلی دیگه هزینه و درآمدتون نمیخونه، مجبورید برید یه اتاق اجاره کنید به جای خونه. بعد جریان اتاق چجوریه یعنی؟ یعنی شما توی خونه که دوتا اتاق خواب داره میاد یه اتاق اجاره میکنید $1100 $1200. حتی چند وقت پیش یه عکسی خیلی وایرال شده بود که یه شخصی اومده بود یه قسمت از حالش و یه پارتیشنی زده بود و تو محدوده دانتون ونکوور داشت $900 اجاره میدن. خیلی مهمه که به نظرم برای کسی که میخوان مهاجرت کنن اینا رو بدونن، ببینن، بعد برای اینا پلن بریزن. این خیلی کمکشون میکنه که شوکه نشن یهو اینا رو میبینن. آره دقیقا ما هم همین مصاحبه به همین دلیله. شروع قیمت برای خرید خونه چقدر هستش؟ ببینید اینجا دیگه فکر نمی کنم ببینید وقتی خونه صحبت میکنیم من اینو بهتون بگم، خونه اگه خونه حالا حیاط داری همچین چیزی منظورمونه که میشه هاوس. اگر که میخوایم آپارتمان رو بگیم حالا میشه کاندو و آپارتمنت بگیم. آپارتمان اینجا زیر $500,000 نیست الان چیزی که من میدونم. بعد این تو محدوده دانتون ونکوور که حالا قسمت مرکزیش خیلی بیشتر، مثلا فکر کنم $1,000,000 اینجور چیزا باشه و خیلی ها به خاطر همین حالا مهاجرت معکوس داشتن به استانهای همجوار به خاطر اینکه می‌خواستن خونه بهتری بخرن. این عطای هوای خوب رو به لقایش بخشیدن و گفتن میومیم یه جای سرتر ولی یه خونه بزرگتر میخریم. ولی این بحران توی کانادا وجود داره الان در حال حاضر به خاطر پذیرش پناهنده‌های زیاد و عدم برنامه‌ریزی برای تامین مسکن که باعث شده یکی از برنامه‌های دولت آینده محدود کردن خود این مسئله مهاجرت باشه تا بتونن با این بحران مسکن یه جوری راه حلش رو پیدا کنن. خیلی هم عالی. شما گفتین که مهاجرت تحصیلی کردین درسته؟ یعنی تا چه بله. مقطعی حالا کجا بودین و چه مقطعی اونجا رفتین؟ اینم یه ذره برامون توضیح. من لیسانسمو ایران بودم، بعد فوق لیسانس اومدم اینجا یه ترمی MBA خوندم. بعد خیلی خیلی رشته، چون بک‌گراند مهندسی داشتم خیلی رشته ژنرالی برام اومد، دوباره چنج کردم به یک رشته به اسم MEL که حالا یه رشته که 6-7 سال ترکیب بیزنس و مهندسی هست و دانشگاه UBC مسترامو خوندم و بعدش هم که ادامه ماجرا. یعنی که چجوری تونستید چقدر بعد از اتمام تحصیلتون تونستید کار پیدا بکنید؟ اون دوره ببینید هر رشته‌ای که داریم تو حالا این دانشگاه ها، من همه دانشگاه رو نمیدونم ولی دانشگاه یه جدولی داره میگه مثلا اون میانگین مدت پیدا کردن کار بعد از تحصیل. کسایی که تو رشته ما این تحصیل رو میکردن 3 تا 4 ماه بود، اما من دقیقاً چون بعد از هیت کووید اومدم تو بازار کار و همه ما یهو خوردیم به بازه‌هایی مثل 8 ماه 9 ماه این اتفاق برامون افتاد و من 8 ماه کار ژنرال میکردم، کار فروشندگی میکردم تا کار اصلیمو پیدا کردم. خیلی هم عالی. و بعد اینکه اونجا میشه در حین تحصیل شما کارم بکنید، یعنی چند ساعت اجازه کار دارین حین تحصیل؟ اجازه کار 20 ساعت بود. اخیراً فکر میکنم برای دانشجویان ایرانی کردن 40 ساعت در حین تحصیل، یعنی میتونه این اتفاق براشون بیفته، اما باز این دقیق و آپدیت نیست، فقط شنیدن. خب تفریح‌های کم هزینه اونجا چیه؟ اینجا خونه که میری باید پول بدی بذارم بری بیرون. مثلا استارباکس یه قهوه بخوری برگردی. آره اونم هست، ولی اینجا طبیعتش خیلی عالیه. یعنی روی پلاک ماشیناش زده بیوتیفول بریتیش کلمبیا، بریتیش کلمبیا زیبا. این باعث میشه که کلا تفریط آوتدور مثل پیاده روی، مثل دوچرخه سواری حتی تو این فصل، بعد حتی خیلی جالبه شنا هم میکنن مثلا تو همین فصل جالبه. ولی تفریحات آدور یعنی تفریحاتی که بیرون هست خیلی اینجا خیلی رایجه، خیلی هم لذت بخشه، حالا به خاطر اون طبیعت زیبایی که داره و خیلی هم کم هزینه است. و تفریحات پرهزینه چیه که بخوایم اونجا انجام بدیم؟
هست دیگه. حالا مثلا اسکی هست، غواصی هست، بعد دیگه نمیدونم میتونید برید گان رنچ با این تفنگ شلیک کنید، مثلا ترای کنید، اون هست. بعد این جور چیزا هست، یعنی این تفریحات پرهزینه‌شه یا این شکلی. آره قطعا فکر کنم اونجا پیستای خوبی هم باید داشته باشه به توجه به بله، عمر. اینجا مرکز المپیک زمستونی بوده، پیستای خیلی خوبی داره. پیست ویسلر خیلی معروفه، یعنی از همه جای دنیا میان که تو این پیست اسکی کنن. خیلی هم عالی. حالا اونجا چه چیزی رو تو اون کشوری که الان هستین یا اون شهری که هستین خیلی دوست دارین و خیلی براتون جذابه، چه ویژگیشه؟ ببین، من چیزی که برام مهم بود وقتی میخواستم مهاجرت کنم این بود که سریع بتونم یه اصطلاحی داریم به قول خودمون جا بیفتم، ستل بشم. چیزی که همیشه برای من تا امروز جذاب بوده این مسیر مهاجرتی روشن و سریع کاناداست. با توجه به که حالا بستگان من ایتالیا هستم و مدت زمان زیادی طول کشیده و هنوز هم طول خواهد کشید تا به اون شهروندی برسن. شما مثلا اینجا اگر که برنامه مهاجرتتون خیلی پلن دقیقی داشته باشه، میتونید تو مینیمم 3 سال به شهروندی کانادا، شهروندی و سیتیزنشیپی کانادا حالا برسید. حالا این دوتا اصطلاح رو کنار هم گفتم. کسایی که با پی آر یا شهروندی دائم میان 3 سال اگه تو خاک کانادا حضور پیدا کنن میتونن پاسپورتشون رو بگیرن و عملا سیتیزنشیپ بشن. کسایی که مثلا من دانشجو اومدن از زمان تحصیلشون دوباره بعد 3 سال بمونن، بعد دوباره پاسشون رو بگیرن. این جذاب ترین قسمتش بوده برای من. یه چیز دیگه که خیلی دوست دارم اینجا مولتی کالچورالیسم، یعنی چند فرهنگیه. یعنی واقعا اون احساس یک مهاجر رو که از جامعه جدا افتاده نمی‌کنی، یا اگر احساس می‌کنی جدا افتادی احساس می‌کنی همه جدا افتادن، به خاطر اینکه این فرهنگ‌های مختلف اینجا هست، خیلی همه با هم، حالا توی هم و یه روابط بین فرهنگی کوچیکی هم شاید داشته باشن. این هم احساس خوبیه. بعد اینکه اینجا به آمریکا نزدیکه، این سومین مسئله است که دوست دارم این رو. یعنی خب خود من الان هدکوارتر شرکت آمریکاست و به خاطر اوناست که همچین کاری گرفتم. شاید اگه جای دیگه بودم خیلی سخت‌تر بود. و اینکه خب من همیشه پلن ریختم واسه زندگی رو دوست داشتم. ایران نمیشد، اینجا میشه. اینم خیلی دوست دارم. دقیقاً بزرگترین مشکل ایران اینه که شما چند ساعت بعدتون نمیتونی برنامه‌ریزی کنین، چه برسه به اینکه بخوای آینده تو برنامه‌ریزی کنی. متأسفانه. دقیقاً من توی ایران لایف استایل خوبی داشتم، ولی از یه جایی به بعد دیگه نمیشد ادامه داد. مثلا ما غواصی میرفتیم هر سال 1-2 ماه، آفرود میرفتیم. بعد به یه جایی رسید که دیدم توی زندگی همش معطل اینم که ببینم این مذاکرات چی میشه، دلار چی میشه، یعنی همش معطل بودم تو زندگی. برای همین یعنی چیزی که من توی ایران از دست دادم شرایط زندگی نبود، یعنی شرایط زندگی بد نبود، امیدم رو از دست دادم به آینده. یعنی اون زمان به این نتیجه رسیدم که شاید 10 سال دیگه شرایط از این بدتر باشه. برای همین بود که تصمیم مهاجرت گرفتم و اینجا میشه پلن ریخت. حالا اونجا آزادی بیان و این چیزا رو داریم، آزادی فردی، آزادی بیان و اینا، یا نه؟ اینجا چند وقت پیش نخست وزیرش اومده بود توی محلی، حالا اینو بعدا خودتون اگه خواستید سانسور کنید، یکی رفت بهش گفت یار پیس آف شت تو صورتش. بعد گفتش که چرا؟ گفت این بلا رو سر ما در آوردی. اون طرف زنده است، داره زندگیشو میکنه. چون همین دیروز الان یه ویدیو وایرال شده، اینم میتونید حالا ببینید. توی مسابقه یو اف سی شون کانادا داد میزنه آقا ترودو برو گم شو، ما دیگه تو رو نمیخوایم. و این بالاترین مقام این کشوره، یعنی شما میتونید. و این اصلا نخست وزیرشون و این کسی که الان رقیبش هست آقای پالیور فکر کنم، به خاطر اون کامیونیتی ایرانی که اینجا وجود داره تو مراسم‌های ایرانی‌ها خیلی میان. چهارشنبه سوری میان تو مراسم مهسا امینی اومدن. یعنی خیلی دسترسی داری و واقعا به نظرم کانادا یکی از بی‌نقص‌ترین دموکراسی‌های دنیاست. حالا ناراحتیشون هم بیشتر به خاطر این تورم و اینایی که داشتن، درسته، یا مسائل دیگه؟ ببینید دقیقاً مسئله همینجاست. شما اگر بیاید تو اون رنج ساعتی $16، ببینید من احساسم اینه که این دقیق نیست. اینی که دارم بهتون میگم یعنی فکت نیست پشتش، این احساس من که یه قشر زیادی تو کانادا کسایی هستن که تو حوزه خدماتن، رستوران، نمیدونم فعالیت هایی حالا اونجوری، حالا خیلی حضور ذهن ندارم براتون دسته‌بندی کنم.
وقتی شما میای با حداقل حقوق زندگی میکنی، برنامه رو روی این میذاری، یه همچین فشار تورمی برای شما خیلی سنگینه. یعنی شما اون فلکسیبیلیتی یا انعطاف تحمل اون فشار رو نداری. برای همینه که جامعه خیلی ناراحته. ولی من همیشه دوستان میگم برای ما که اون تورم رو تو ایران دیدیم و آماده شدیم واسه اون داستان، اینا اصلا خیلی اصلا بچگانه میخندیم یعنی به این داستان. ولی خب شرط همه اینجوری نیست. البته فکر کنم این تورم هم بیشتر به خاطر کرونا و داستانهای بعد کووید بود دیگه که کل دنیا رو فرا گرفت. خیلی حالا شاید یه بحث خیلی اقتصادی من اگه بخوام توضیح بدم خیلی زیاد میشه، آره ولی فکر کنم که بقیه هم خیلی بیشترشون انتشار بدون پشتوانه خیلی پول خرج کردن اینا. این باعث شد که کشت تورم ایجاد بشه و این اتفاق بیفته. حالا اینا باز کسی که اقتصاد میدونن بهتر میدونن. خب چند سالتون بود شما که مهاجرت کردین به من کانادا؟ 32. 32 سالتون. سنتون رو دوست داشتین واسه مهاجرت؟ نه اصلا. دوست داشتم که من هیچ موقع نمیخواستم مهاجرت کنم، اجبار بود. و دوست داشتم که اگه یه زمانی میخواستم دوباره این کارو بکنم، 20 سالگی این کارو میکردم، 18 سالگی این کارو میکردم. به خاطر اینکه ببینید وقتی من تجربه خودم میگم، من میتونم به قطع بگم که 4 سال از زندگیم رو کلا انگار که اینجوری کات کردی گذاشتی کنار برای مهاجرت. یعنی واقعا میدونی همش درگیر بودی با این داستان مهاجرت. حالا یه سال قبلش، 3 سال بعدش ببین چون همه چالش دیگه، درس بخون، دانشگاه رو عوض کن، ویزای دانشجویی رو تبدیل کن به ویزای کاری، ویزای کاری رو تبدیل کن به اقامت دائم، اقامت دائم تبدیل کن به سیتیزنشیپی، کار پیدا کن. من توی سن 32 سالگی اون کارایی رو دوباره شروع کردم انجام دادم که 16 17 سالگی انجام داده بودم. یعنی حالا کارهای خرد و نمیدونم اینکه دنبال اینکه ستل کردن خودم باشم مثلا و این داستانا. سنمو دوست نداشتم برای این کار، دوست داشتم که زودتر این کار میکردم. خیلی هم عالی. بعد کلا رفتار کانادایی‌ها چجوریه؟ کلا آدمایی که کسایی که حالا اونجا مهاجرت کردن باهاشون رفتار خوب دارن، دوستشون دارن، ندارن، چجوریه؟ مخصوصا حالا با ایرانی. ببین خوبت که داره ولی کلا آدم نایسی ان دیگه. یعنی آدمای خوبی ان. مثلا در و برات اصلا اینجوری داری میای نگاه میکنه، در و برات باز نگه میداره. بدم داره ولی عمومیت و غالبا آدم‌های خوبی ان. به نظر من رفتار خوبی دارن. بعد یه سوال من دارم، مثلا من شنیدم میگن توی اروپا تو از تا یه جایی میتونی درآمد داشته باشی و پول داشتی، از یه جایی به بعد خب خیلی به تو اجازه نمیدن، انقدر مالیات میره بالا و داستانایی که داره. آیا کانادا هم همینطوره یا نه؟ کانادا هم همین صحبتو داره. یعنی کانادا از لحاظ فرهنگی بین اروپا و آمریکاست. اگه شما یه طرف ترازو این سوسیالیسم رو بذارید، یه طرفش کپیتالیسم، یعنی نظام سرمایه‌داری، یه طرفش به سوسیالیسم، یه طرف دیگه، کانادا یه مقدار از هر دو تا اینا رو گرفته. ولی مثلا شما اگر که رنج حقوق $200,000 رو داشته باشید، دولت فکر می‌کنم بین 35 تا 40% رو راحت برمی‌داره. یعنی شما عملاً 1/3 حقوقتون رو دارید میدید به دولت. دستش درد. آره واقعا دستش درد. حالا یه سوال دیگه راجع به رابطه هاست. یعنی رفتار دختر پسرها تو رابطه اونجا مثلا چجوریه به نسبت ایرانیا که تو رابطه هن؟ یعنی از دیت کردنشون، رستوران رفتن و پول حساب کردن. حالا چیزی که براتون جالب بوده که خیلی با فرهنگ ما ایرانیا متفاوت بوده چیه؟ سوال خواهیم چرا این کار دختر رو دون میدن جدیدن ایرانی یاد اینو گرفتن باید از یکی بپرسین که تو مارکت بوده باشه. من تا همین چند وقت پیش توی رابطه لانگ دیستنسی بودم، خیلی تو مارکت نبودم، خیلی این آشنا نیستم. میتونم بگم که فکر میکنم که جلسه اول باید آقا بده حالا دونگش رو یا حساب کنه یه همچین چیزی. ولی چیزی که من شنیدم خیلی خانوما هم جوری هست که اصرار میکنن که خودشون این دونگری نمیتونم بهتون بدم، حالا باید برم تو مارکت بعد دوباره آپدیتتون کنم. آره یه حکایتی داریم که میگه نخوردیم نون گندم ولی دیدیم دست مردم. شما دست مردم هم ندیدین؟ حالا خودتون تو مارکت نبودین؟ دست مردم نه، دست مردم نمیدونم. ببینید اینجور بذارید طبقه بندی کنم بهتون بگم. این لایو نیست الان که این داره فقط رکورد میشه دیگه.
لایو این هم هست، رکورد هم هست. لایو خیلی اوکی خب کمه هر تو چی لایو. میخوایم اینم بگیم. پیجمون پیج آزادیه. آره بگیم. اوکی اینجوری بهتون بگم. من فکر میکنم که اینجا یه مقداری این کامیونیتی مختلف مثل چینیا، هندیا و حالا یه طبقه بندی، حالا میخوام بگم که کانادایی، چون فکر میکنم اگه بگم وایس ریسیست بخواد بشه اینا، میگم همین کاناداییه. ببینید این چینی و هندیا خیلی فکر میکنم با هم اوکی هن. یعنی تو رفت آمد خودشون هستن. با این اهالی کانادا به هر حال دخترها و پسرها اکثرا دوست دارن که یه جنس دوست دختری یا دوست پسری از این جنس داشته باشن، با اونا همه اوکی هن. فکر میکنم تنها قشری که با هم اوکی نیستن اینجا دختر پسرای ایرانی که من بهشون حق میدم، البته به خاطر همون جامعه ترادیشنال یا همون سنتی که ما داریم. اگر هنوز همون شاید بحثا باشه که اگر یه خانومی بخواد مثلا به هر حال با 2-3 نفر رابطه داشته باشه، اینا رو بسنجه تو رابطه، اون دید خوب رو تو جامعه ایرانی به خاطر اینکه کوچیکه نگیره و ترجیحش باشه که این کار رو تو جوامع دیگه انجام بده. این اون چیز کلی که من میدونم در دست مردم دیدم و شنیدم. آره اینجوریه. بعد مثلا چیز دیگه که شنیدم اینه که حالا دوستایی که دارم این که بهتون میگم دوست دارن با جامعه کانادایی تو ارتباط باشن، میرن ولی اون حس ملکه بودن و اون حس خاص بودن رو یه مقداری از دست میدن، به خاطر اینکه اون حالا این انعطاف عاطفی حالا اون مرد ایرانی میگن زبون بازی رو اینا رو نداره. بعد یه مقداری یک نواخت میشه، یه مقدار بار زندگی میفته رو دوشش، میدونید، چون مثلا اون واقعا رو شما حساب میکنه که دونگتون رو مثلا بدید به عنوان طرف مقابل، بار زندگی رو 50-50 به دوش بکشید، حتی نه بیشتر. این یه مقدار تو ذوقشون میزنه. این هم هست. خب حالا از نظر خودتون دختر ایرانی یا کانادایی؟ والا من همیشه دوست دارم تو ماشین سیاوش شمس گوش کنم. خیلی سخته واسه دختر کانادایی توضیح بدی چیه. حالا مهاجرت با پارتنر یا بدون پارتنر؟ با پارتنر خیلی بهتره. با مشکل پارتنر. بعد رابطه لانگ دیستنس خیلی چیز، حالا رابطه است دیگه، خیلی چیز خیلی مثلا مسئله عقلی نیست که ما بگیم نه، ولی اگر که دو نفر تصمیم مشترک به این ندارن که مهاجرت کنن، بهتر اینه که رابطه لانگ دیستنس نباشه. دلیلش اینه که شما به خاطر اینکه احساس تعلق بکنید به یک جایی، باید، من احساس همینه، باید شروع کنید به دیدن آدم‌های مختلف، گشتن تو جامعه، ریشه دوندن، و یه مقداری رابطه لانگ دیستنس این مسئله رو سخت میکنه. من بپرسم به شما، بزرگترین چالشی که تو این کشور جدید و کشوری که الان هستیم چی بوده بزرگترین چالشتون؟ بزرگترین چالشش تا الان برای من آب و هواش بوده. آره، چالش دیگه ای نبوده. یعنی من همچنان دارم فکر میکنم که اون دوره اقامتم که اینجا تموم شد، یه کشوری برم که از لحاظ آب و هوایی گرمتر و بهتر باشه. یعنی اصلا دلیلی که الان اینجا موندم تو این شغل اینه که به من اجازه میده ریموت کار کنم، و خیلی هم میدونن که من آمادم که این داستان که تموم بشه اولین مقصدم اسپانیا است، برم اونجا یه مدتی اونجا فقط آفتاب ببینم. خیلی عالی. خب یه سوال، الان خوشحالی؟ یعنی زمان برگرده بازم مهاجرت میکنی؟ آره، این سوال جوابش خیلی ساده است. شرط جایی که توش بودم اگر مثلا بگیم 0 بوده، شده -10. شرط خودم اگر که تو اول مهاجرت مثلا -5 بوده، الان شده +20. این خیلی منو خوشحال، یعنی راضی، حالا خوشحال و راضی نگه میداره. اینجوری نبوده که شرط کشوری که توش بوده باشم خیلی بهتر شده باشه میگفتم کاش میموندم. نه، خیلی راضیم. بعد اونجا معایبش هم که گفتین آب و هواش بوده و همون چالشاش، و اینکه اونجا شما آیلتس داشتین که رفتین، درسته؟ بله. و اونجا هم همه با این، چون معمولا میگن زبانی که ما توی ایران یاد میگیریم و این ور یاد میگیریم با چیزی که میری اون ور حرف میزنی خیلی متفاوته. کاملا دقیقا همینجوریه؟ دقیقا همینجوریه. من آیلتسم تو ایران شد 7.5. اومدم اینجا 2 سالم اینجا بودم، دوباره برای اون پروسه گرفتن شهروندی رفتم آیلتس دادم، شدم 6.5.
بعد آره. مثل اینه که این یه مثال جالب داره، به یکی کتاب فردوسی درس بدی بعد بگی بیا فارسی صحبت کن مثلا، این شکلیه. آره. آره چجوری زبان یاد بگیریم؟ این هم واسه زبان آموزای عزیز سوال بپرسید. چجوری زبان یاد اه. بگیریم که اونجا چالش کمتری داشته باشیم؟ به من اشاره میکنید؟ الان شما کار زبان یاد حالا ببینید، من برای خودم میگم حالا که اصلا شما حساسید، من چجوری میخوام، چجوری یاد گرفتم و چجوری. ببینید دو تا مطلبه اینجا، بستگی داره که شما چجوری میخواین بیاین. اگر که دانشجویی بخواید بیاین حتما آیلتس احتیاج دارید و من همیشه گفتم آیلتس تکنیکه، خیلی با زبان محاوره فرق داره. این یه موضوع. بعد اگر که اون مبحث آکادمیکش رو لازم ندارید، به نظر من فقط صحبت کردن و اسپیکینگ اوکی اینجا کارتون راه میندازه. یعنی اینجا هیچ کاری به من تا حالا هیچ موقع هیچکی نگفته مدرک آیلتس بیار، به خاطر اینکه شما فقط دارید میرید اونجا با همه صحبت میکنید، مکالمه میکنید و این براشون کافیه. منظورمون دیگه الان که مثلا با فیلم ها رو ببینیم، با فیلم یاد بگیرن و اینا اوکیه؟ یعنی فیلم ها رو متوجه روش خیلی صحبت کنیم؟ یاد داره، میتونید فیلم ببینید، میتونید پارتنر خارجی پیدا کنید صحبت کنید، موتیویشن هم بالاتره و داره روش خیلی داره. ولی من داشتم فقط میگفتم چجوری دسته‌بندی کنیم. یعنی اگر که برای آکادمی میخواین، از لحاظ آکادمیک میخواین اقدام کنید، خب به آیلتس و تکنیکاشو حالا من خودم یه دوره رفتم مرکز آفرینش شدم تبلیغ بشه، ولی میخوام بگم که آره اینجوریه. ولی آره بوق بذارید آره من برای خود من که مشکل ندارم. ولی آره برای صحبت کردن همین اسپیکینگ با هر کی که میتونید انگلیسی صحبت کنید، حتی اگه حالت چیز خیلی سخته. یه نگاه خاصی به شما کردم، فکر کنم که حالا شما الان نه، من مد انگلیسی باز بده، من اینجا چون تو ترکیه، من ترکی بلد نیستم. حالا من اینجا دارم میرم ترکی یاد میگیرم، بعد توی باشگاه با مربیم انگلیسی حرف میزنم. وقتی که میخوام باهاش حرف بزنم که دارم ترکی یاد میگیرم، نصفشو انگلیسی میگم، نصفشو ترکی و نصفشو فارسی. یعنی کلا ترکیدیم. میفهمم. من الان بچهای تیمم همه میدونن خوب یعنی چی، چون بعضی موقع آخر روز که صحبت میکنم به جای اوکی میگم خب دیگه. این بچهای تیم یکی دو بار از من پرسیدن که تو جلسات کاری این که میگی خب یعنی چی، گفتم it means okay got it that's it. آره این قاطی من دو تا زبون صحبت میکنم، هر دو تاش هم داره بدتر میشه به مرور زمان. آره خیلی دقیقا همینطور. خب اگه بخواین به کسایی که قصد مهاجرت دارن بگین که حالا بهش میگم فارسی خیلی خیلی پیشنهادتون به کسایی که کلا قصد مهاجرت دارن چیه؟ چیکار کنن؟ مهاجرت کنن. چه توشه‌ای داشته باشن؟ چه پول باری آماده کنن بعد مهاجرت کنن؟ یه سوالی که حالا شما گفتید مهاجرت، حالا بهش کسی مهاجرت کنه، حتی به افراد خیلی برام عزیزن، چون یه تصمیم با بزرگه، خودشون باید تصمیم بگیرن. ولی اگر کسی میخواد مهاجرت کنه، تصمیمش رو گرفته، من میخواد مهاجر موفقی باشه، به نظر من بهترین کار اینه که یه شناختی از جایی که میخواد بره به دست بیاره و یه پلن بریزه برای اینکه اونجا میخواد چیکار کنه، بر اساس چیزهایی که شنیده و اون فرضیات ذهنی که ما همه مثلا، حالا شاید الان خیلی تغییر کرده باشه به لطف اینستاگرام، همه بدونن چه خبره، ولی یه زمانی میگفتن آقا شما بری اونجا اصلا پول ریخته، اصلا شما ایرانی‌ها باهوشن میگیرن میبرن سر کار، نمیدونم. یا مثلا این ذهنیت هنوز هست که خیلی‌ها فکر میکنن اینجا روابط بین فردی، همین دختر و پسری اینجوریه که خیلی دیگه اوکیه، یعنی فکر میکنم مهدشه. و من میگم آقا اینجوری ایران خیلی بهتره اتفاقا. این همه فرضیاته، اون فرضیاتو بذاره کنار. چیه؟ یا میگید فکر میکنن اینجا مهده، میگم به قول شما ایران مهدره. نه ایران بهتره، و اینکه اون فرضیاتو بذارن کنار. من توصیه‌ام اینه تا جایی که میتونن اطلاعات جمع کنن در مورد جایی که میخوان برن و نسبت به اون برنامه‌ریزی کنن که چی کار میخوان بکنن. شما اگر که در مورد همین کانادا به یکی بگید آقا اگر شما دارید میید اینجا، برید یه حرفه‌ای مثل نجاری یاد بگیرید، یه همچین حرفه‌هایی
توی شروع میتونه ساعت به جای ساعتی $16 برای شما به شما ساعتی $25 بده. یعنی حساب کنید حدود $10 بیشتر توی هر ساعت چقدر میتونه به شما توی آسایش و موفقیت کمک کنه. این با شناخت به دست میاد. کارهای خدماتی اونجا دستمزدش بالاست. آره مثلا شما اگر که تحقیق نکنی در مورد اینجا میشه بیا اینجا توی محیط زبان یاد بگیری، کار بکنی و اینا همه تایم و هزینه داره و شما مثلا باید هم تایم زیادی صرف کنی هم هزینه زیادی، اعصابت به هم میریزه با اون درآمد. ولی وقتی یه خورده بدونی چه شغله اینجا درآمد خوبی در بدو ورود به شما میده، خیلی کمکت میکنه که درآمد بیشتری کسب کنی. من خودم کار کابینت سازی میکردم با اینکه اصلا بلد نبودم، ولی این خیلی بهم کمک کرد که از اون درآمد اوریجی که داشتم تو مدت مثلا بره بالاتر درآمدم. فکر یعنی مهمترین چیز اینه که آدمایی که میخوان بیان حتما 1 یا 2 تا مهارت یاد بگیرن و بعد بیان با توجه به مهارتایی که اون کشور نیاز داره. دقیقاً. خیلی هم حالا برای ایران چه چیزی توی ایران خیلی دلتون تنگ میشه؟ چیزی هست؟ حالا به جز آلودگی آره من هر یه ماهی آره به جز اونا هر یه ماه یه بار وقتی دوستام دور هم جمع میشن زنگ میزنن بهم که آقا ما دور همیم، خیلی دلم براشون تنگ میشه. و چون اونم خیلی مدت زیادی بودیم که با هم بودیم زنگ میزنن و همشون هم میخوان مثل استادی مازدی صحبت کنن باهات، این حسو خیلی تشدید میکنه. آره قسمت ناراحت کنندش. خب دیگه چه سوالایی بپرسیم؟ واسه کله پاچه و چلو کباب ایران بیشتر دل تنگ میشه یا خود ایران؟ نه کله پاچه و چلو کباب اینجا هست با کیفیت بهتر. دیگه حالا مثلا بدترین سوتی که اونجا دادین چی بوده؟ بدترین سوتی؟ آره چه سوتی های اونجا دادین؟ یا میتونیم سوالو تغییر بدیم بگیم که مثلا اونجا چه چیزایی اونجا هست که مثلا توی ایران خیلی زشته ولی اونجا عادیه، یا چه چیزایی اونجا خیلی عادیه توی ایران زشته. حالا هر کدوم این دوتا. چیز خاصی الان به نظرم نمیاد این در مورد این موضوع. در مورد سوتی هم نمیدونم. در مورد سوتی هم شاید توی جلسه‌ای بودم ولی داشتم درایو میکردم، بعد آهنگم گذاشته بودم برای خودم، نمیدونم میکروفونم باز بود و چون گوشی رو نگاه نمیکردم این پیغام به من میدادن که آقا این ببندینو. آره کشتیمو. بعد چند اینجوری بود. بعد بله یه موزیک هم از آقای شمس بود، سیاوش شمس بود. حالا یه موزیک ایرانی بود اتفاقا. مثلا حالا اینو امروز یادم میاد چون من امروز رفتم فرودگاه یکی رو خواهرم که داشت میاد پیکاپ کنم، هم داشتم درایو میکردم هم تو جلسه بودم. بعد فقط حالا کافیه اینجوری بگیم که حالا مثلا چه کار داری میکنی، ولی خب این میکروفون باز بود و من دیدم یه 10 تا پیغام برای من اومده که آقا این ببنده، اصلا هیچ کی نمیشنوه چی داره میگه. بعد دیگه یکی منو کیک کرد از میتینگ و بعد فهمیدم داستان چه خبره. یه سوال دیگه، اگه که مثلا از پولدارترین مثلا آدم بودین یا مثلا از لحاظ مالی خیلی اوکی بودین، بازم کانادا رو انتخاب میکردین یا نه کجا رو انتخاب میکردین بر زندگی کلا؟ اگه خیلی پولدار بودم دور دنیا در 80 روز. آره این پلن هم هست. اینجا یه گروه سیلینگ وجود داره، اینا قایق دارن. مثلا میگن که از این تاریخ ما از کانادا میریم مثلا اسپانیا، بعد شما میان این شرایطشه. من با یه آقای آشنا شدم، حالا اسمش هم مهم نیست تو این برنامه بگیم، ایشون هم ایرانیه، مثلا چند وقت دیگه داره سیل میکنه از اینجا بره اسپانیا با قایق، ولی دوباره همون پروسه مثلا روزی 35 تا $40 گفت هزینه داره. و ما اصلا داشتیم فکر میکردیم که چون برنامه قرار بود بعدها اتفاق بیفته، قرار بود که بعد از جون اتفاق بیفته، من داشتم فکر میکردم که یه استارلینک بگیرم ببرم روی قایق کارمو انجام بدم، این کارم انجام بدم. ولی همین پروسه گرفتن این سیتیزنشیپی باعث شد که چون افتاد جلوتر رو من نتونم، چون باید بمونم و این تایمو پر کنم. ولی اگه خیلی پولدار بودم یه جای ثابت نمیموندم، قطعا خیلی سفر میکردم.
چون معمولا همه آدما مقصدشون بعد از اون کشوری که هست تهش همه میخوام برن آمریکا. حالا شما میخوایم برین اسپانیا، فکر میکنم اسپانیا رو بیشتر دوست دارم. چون کارم ریموته، اگه کارم ریموت نبود میرفتم آمریکا. آره، ولی چون کارم آمریکاست در حال حاضر، یعنی کارم با هدکوارتر آمریکاست توی تیمی که ما داریم. تمام اون تیمی که ما داریم تی پی ام های اصلیشون همه آمریکان. اه، ببینید، اینو من یه دقیقه توضیح بدم بهتون. اون کسایی که کار منیجر اصلی کارو میکنن آمریکا و کانادا هم، بقیه تیم پخش شدن در جاهای مختلف مثل هند، مثل نمیدونم اروپا و جاهای مختلف دیگه، ولی هسته اصلی تیم آمریکا کاناداست. من اگر این کارو نداشتم میرفتم حتما آمریکا، ولی چون الان این کارو دارم برام فرق نمیکنه که کجا باشم. خیلی عالی. حالا ما یه اینجوری لبخند میزنه، من به آنیتا از این زیر میزنم که آنیتا عصبانی نگاه نکن، من لبخند بزن. اصلا جدی دارم وقتی مثلا با تمرکز به صحبت یه نفر گوش میکنم و خدا فیسم جدی میشه، میگه بخند. خب حرفا خنده‌دار نیست، حرفا جدیه. نه مثلا یعنی لبخند ملی که ما داریم لذت میبریم اونجوری، یعنی که آقا که تموم میشه این صحبت. واقعا دارم توجه میکنم، ایشون توجه میکنه، من لذت میبرم. من تحلیل میکنم، من حرفا رو چون تحلیل میکنم. خب تو مایکروسافت شما کار میکردین درسته؟ شاید. هنوزم کار میکنم. آره و همچنان. شرایط کاری اونجا چجوریه نسبت به شرایط کاری که تو ایران بوده؟ چه مزیتایی داره؟ نمیدونم از این. کار کلا ریموته، یعنی من از خونه کار میکنم. بعد به خاطر اینکه سیستم کاری ما اینه که با همه جای دنیا کار میکنیم، خیلی به جز جلسه‌ای که داریم رو تایم اصلا کسی فوکس نیست. یعنی همین الان که داریم صحبت میکنیم، مثلا من حالا نمیدونم آلمان ساعت چنده، ولی از آلمان ایمیل اومده یه سری مشکل اونجا هست. بعد چون کار تو ایرانم اصلا یه رشته دیگه ای بود، متفاوت بود، خیلی هم نمیتونم مقایسه کنم. یعنی همون تسک محور دیگه بیشتر تا تایم و اینا کاراتون. آره، بیشتر روی تسک و افیشنسی. دقیقا اینا یه سری متریک دارن که بر اساس اون متریک ها میان میگن که چقدر کار بهره‌وری خوبی داشته. چیز خاص دیگه ای نیست. حتی داریم افرادی که من شنیدم که مثلا یه کاری میخواستن بکنن، برن سفر، زودتر از موعد تحویل دادن کارو و رفتن. اینجوری خیلی دیگه اون داستان 8 ساعت و اینا رو اینجا نداره. و این یه نکته‌ای که تو خیلی از شرکت‌ها همچنان نیست اینجا. یعنی دوست دارن شما رو ببرن و بشونن اونجا و 8 ساعت کارتون رو ببینن. آخه اینجوری خیلی جذاب‌تره به نظر من. احساس می‌کنی کار دقیق آره منم میشه. آره اینجوریه، یعنی آره این شکلی هست و به نظرم بهره‌وری خیلی بالاتری هم داره. بعد پیشرفت شغلی چجوریه؟ یعنی شما الان میتونی برنامه‌ریزی کنی که من الان اینجوری کار کنم، انقدر کار کنم، بعد لول بعدیم اینجاه و لول بعدیم اینجاه و همینطور. یه مقداری بستگی ببینید به این تیمی که توش هستی داره. حالا چقدر این خیلی خب الان خیلی لیاف داشتیم، اخراج داشتیم. کسایی بودن که سالها 20 و خورده ای سال تو گوگل و مایکروسافت و اینا کار کرده بودن، ولی پارسال همه لیاف شدن. شرایط خیلی تأثیر گذاره. میتونم بگم که حوزه تک امنیت شغلی پایینی داره. یه رو صبح امکان داره بلند شی بهت بگن دیگه نه مرسی زحمت کشیدی خدا نگهدار. و اینکه بخوای تو کارم پیشرفت کنی عوامل خیلی زیادی بستگی داره که حالا کی وارد چی، تو چه تیمی وارد چی و اون تیم چجور گسترش پیدا کنه. مثلا تیم ما با 2 نفر 3 نفر شروع کرده، احساس میکنم چیزی که دقیق من نمیدونم این پروسس 4 سال پیش بوده، الان رسیده به 24 سال، 24 نفر این تیم. و کسی که الان در حقیقت منیجر من هست آدمی هست که سنش از من خیلی کمتره. یه کالج گرجویتی بوده، یعنی یک فارغ التحصیل دانشگاهی بوده که در یک جای مناسب در یک زمان مناسب رفته اونجا و به خاطر اون تجربه‌ای که داشته، هرچند لول شغلی که داره، تایتل شغلی که داره، عنوان شغلیش از من پایین‌تره، ولی مدیریت تیم به اون به عهده داره. و افزایش حقوق اونجا چجوریه؟ یعنی خودتون درخواست میدید یا نه اینجوری نیست، خودشون حالا به اساس یه زمانبندی افزایش حقوق خواهید داشت؟
ببینید اینا یه چیزایی که ببینید در شرکت ببینید دو تا حالت داریم. مثلا شما توی شرکت کوچیکی کار میکنی، میاد به شما میگه من انقدر به شما میدم، مثلا 100,000 تومان. تو شرکت های فنگ حالا یا شرکت هایی که یه خورده تک محورن، داستان حقوق خیلی متفاوته. یعنی یه قسمتش حقوقه، یه قسمتش مثلا بونسه، یعنی حالا تشویقیه که یه درصدی از حقوق هست، یعنی حقوقشون تقسیم بندی میشه. یه قسمتیش مثلا شما وقتی با اینها یه قراردادی میبندی، دوباره یه مبلغی رو به صورت سالانه شما وقتی اونجا کار کنی به شما میدن. یه قسمتیش سهام هست که اون مثلا باز بسته به نظر مدیر ارشدته که چقدر از اون سهامو بهت بدن. یعنی میخوام بهتون بگم که خیلی فاکتور ساده ای نیست که حالا بری بگی من اضافه میخوام. اینا رو یه میتینگایی دارن به اسم کانکت. توی این میتینگا با مدیرت شما صحبت میکنی و مطرح میکنی و اون تصمیم میگیره که چطور میتونی پیش بری. خیلی هم عالی. پذیرش نیرو به چه صورته توی این کاری که هستین؟ بسته به نیاز و گسترششه. نه منظورم اینه که طرف مثلا بخواد درخواست کار بده چجوری باید درخواست بده؟ جاب رو پیدا میکنه تو مایکروسافت کریر یا هر پیج دیگه. اون عنوان شغلی که داره سرچ میکنه، اون عنوان شغلی که سرچ میکنه 1000 تا جاب، 1000 تا موقعیت شغلی براش هست. از اون 1000 تا موقعیت شغلی اون شرکتایی که دوست داره انتخاب میکنه، برای اونا رزومه میفرسته و اونا هم بررسی میکنن و ادامه ماجرا. خیلی هم عالی. الان حالا اگه دوست داشتین این سوالو جواب بدین، الان شرایط حقوقی و دریافتیتون راضی هستین و اگه دوست داشتین بگین چقدر؟ آره من شرط حقوقیم خوبه. یعنی حالا نمیخوام مبلغ حقوقش رو بگیرم، ولی یعنی دوست ندارم اینو شیر کنم، نمیدونم هنوز چرا، ولی یه چیزی بهم میگه این کار نکن. بعد ولی تو حوزه تک من آره درآمد خیلی خوبی دارم اینجا که فکر میکنم یعنی راضیم، اوکیم. خیلی هم عالی. یکی دو تا سوالم توی لایو پرسیده بودن، حالا ما لایو قطع کردیم. اینکه آیا اونجا عمل زیبایی زیاده؟ یعنی که حالا مثل ایران و استانبول هم که داره زیاد میشه، خیلی زیاد شده عمل زیبایی، انواع تزریقه، آیا اونجا هم همینطوره یا نه؟ چند تا چیزی که خیلی چشه منو گرفته اینجا، یکی اینه موژه است که من خیلی میبینم. مثلا جان نه موجه خیلی دارم. آره مثلا موشایی که خیلی تابلوه، خیلی اگزاجره است، یعنی یه نیم متر جلوتر میاد. بعد سالن ناخن خیلی اینجا اوکیه، یعنی من خیلی شنیدم، ولی عمل زیبایی رو به اون صورت ندیدم. نه یعنی باز تو همون قشر اگرم باشه تو همین سیستم کانادایی من خیلی ندیدم. حالا بقیه قشر رو در موردشون نمیتونم بگم. یه سوال ورزشی، هزینه باشگاه اونجا چقدر ماهیانه؟ بستگی داره، از $20 شروع میشه به بالا. مثلا اینایی که پرسونال ترینر دارن، مثلا شما اگه اورنج تیوری بری مثلا جلسه ای فکر میکنم حدود $20 جلسه ای حدود $20 باشه یا $15 یا همچین چیزی. ولی یه باشگاهی که حالت فرمت کلی تری داره یه پول پیش میدی و ماهیانه مثلا $30-40 این شکلی. دیگه حالا خنده‌دارترین اسم و فامیلی که اونجا شنیدین چی بوده؟ خنده‌دارترینش یه مقداری من برای خودم یه مقداری چیز بود، جالب بود، ولی حالا هست دیگه. از این اسامی خنده‌دار ببینید، مثلا من یه همدانشگاهی هندی داشتم. این تو یه روزی اومد برای ما یه چیزی درست کرد مثل شل زرد. خیلی هم آدم دستپخت خوبی داشت. این تعارف کرد به من بخور، اصلا اینو اسم غذا رو که گفت مثلا دیگه گفتم بابا این چیه داستانش اینا. ولی این اتفاقات زیاد میفته. حالا این خودتون دیگه باید سرچ کنید چی بوده. آره خود استانبول هم اینجا اصلا یه کلماتی داره که واسه ما خیلی عجیب غریبه. حالا استانبول که انقدر نزدیکه،
حالا اونجا هم که قطعا بیشتر. بعد اونجا لایف استایلشون چجوریه؟ یعنی کلا مردم اونجا لایف استایلشون سالمه، سالم نیست، چجوریه؟ اینجا خیلی اهل ورزشن، خیلی، یعنی یه خوردی که هوا خوب بشه اهل ورزشن. خیلی. اینجا حیوان خونگی زیاد دارن، یعنی به خاطر اینم که شده مجبورن که برن هر روز بیرون اینا رو ببرن قدم بزنن. یعنی ولی ونکوور یه شهری که شما اصلا محدوده دانتان که بچرخی میبینی که یکی داره میدوه، یکی داره شنا میکنه، یکی داره قدم میزنه، یکی داره بازی میکنه. اصلا من یه فیلمی دو هفته پیش که هوای خود آفتابی شده بود، اینو حالا اگه خواستید هم بهتون میدم، این فیلم خیلی جالبه. با درون گرفتم و بالا از محدوده پل بورارد کنار انگلیش بیک، یه حالا یه محله که توش خیلی این اکتیویتی رو انجام میدن. توی منطقه یکی داشت تو اون آب شنا میکرد، یکی داشت میدوید، یکی داشت دوچرخه سواری میکرد، یکی داشت قایق سواری میکرد. یعنی میخوام بگم اینجوری لایف استایل اکتیوی دارن. و بعد از چون واقعا بفهم شرایط اینجا اینجوریه که اینجوری باید باشی، وگرنه خب دپرسینگ فصلی خیلی داره. این ورزش کردن کمک میکنه. بعد یه چیز دیگه اینه که اگه شما هیکلت فیت نباشه تابستون خیلی مشکل میخوری بری بیرون، چون همه دیگه تابستون مثلا اون فرصت کوتاهی که هست این ذهنیت رو دارن اولندش که تابستون کوتاهه، واقعا باید سوء استفاده کنیم. پس به ازای هر یه دونه شن یه دونه آدم تو ساحل و شما اونجا باید هیکلت خوب باشه که دیگه اوکی باشی دیگه بری بیرون و لذت ببری. برای فیت شدن چیه؟ گم شما شروع کردیم برای فیت من تابستون کوتاهه. من خیلی وقت دارم تلاشمو میکنم. خاصی نشو بریم فالوورای پیجمون بهتون امتیاز بدم ببینیم اوکی شدین یا نشدین. حتما بعد یه سوال دیگه برام میگم حتما. یه سوال دیگه این که اونجا چجوریه؟ یعنی از نظر جوونا اهل دراگ و مواد و اینا هستن؟ یعنی مثل فکرم چون ایران خودمون خب این موضوع خیلی وحشتناک شده، میخوام ببینم اونجا چجوریه و اینکه خیلی بوی ماریجوانا راحته. نمیدونم شما ماریجوانا رو دسته بندی میکنید. ببین آره، اولندش که اینجا دسترسی به مواد راحته. حتی اخیراً اومدن یه طرحی دادن که خرید مواد تا یه حدی من فکر میکنم مثلا مجاز شده. یعنی شما مثل همین گواهینامه و کارت ملی این نمیدونم چقدر دقیق، ولی شنیدم که این اتفاق داره میفته. ولی مثلا ماریجوانا خیلی خیلی شایعه اینجا، یعنی بوی ماریجوانا خیلی تو فضا هست، اکثرا میکشن این داستان. بعد اووردوز و مرگ بر اثر مواد هم زیاد هست اینجا، به خصوص که یه جمعیت زیادی هوملس داره اینجا، بی خانمان در ونکوور، و یه قسمتی از اون مرگ و میرم از اون داستان میگم. خیلی هم عالی. ما فکر کنم دیگه سوال خیلی که عالی نیست ولی خب آره. آره واقعا خیلی عالی اوور میزنن عالی بالا بی خانمانه خیلی عالی. خدا رو شکر جای بعدم مثل ایران وجود داره از این طرف خوب نیست. نه ایران خوبه. آره من یه شوکی که به وارد شد روز اولی که اومدم اینجا، هتلی که گرفته بودم محلش اسمش ایست ونکوور، شرق ونکوور. من وقتی رسیدم اونجا اون حجم از بی خانمان رو دیدم اصلا گفتم که آره یعنی خیلی افتضاح. یعنی این یک چیزیه که آره یه چیزیه که واقعا خیلی شوک میشن وقتی میبینن، ولی این هست، این اتفاق وجود. بعد افسردگی اونجا زیاده، یعنی با این چیزایی که گفتیم احساس میکنم مثلا درصد افسردگی مردم اونجا باید خیلی بالا باشه. نمیدونم ولی شایعه. یعنی با دکترها که صحبت میکنی میگن این داستان هست. آره توصیهشون به خوردن ویتامین دی زیاد یا یه حدی از ویتامین دی به نظر من این رو میرسونه که این داستان هست به خاطر نبود نور آفتاب. و بعد با توجه به این همه خانمان آیا امنیت داره؟ دزدی و اینا چجوریه اونجا؟ نه شهر پر امنیتیه، یعنی از نظر امنیتی شهر یعنی آره سیفیه برای خانوما.
خیلی شهر سیفی. خواستم بگم اگه امنیت هم نداره بگم خب چه عالی که نه چه متاسفانه عالی. آره امنیت داره اونجا. نه خوشبختانه امنیت این متاسفانه درستش کردید شما. آره آره. خیلی هم نگفتید خوشبختانه ولی متاسفانه درست دادم. خیلی هم عالی. خیلی هم عالی اینجوری خب دیگه اگر کردن. پیشنهادی چیزی دارید کلا به ایرانیا مخصوصا حالا و بعد کسایی که قصد مهاجرت هم دارن، یعنی قصدشو دارن حالا به خاطر ترساشون یا حالا هرچی که هست کاری نکردن، هنوز اقدامی نکردن، چیزی صحبتی توصیه نقدی داری؟ چیزی اگه هست بگید. من یه چیزی که اینجا یاد گرفتم اینه که من فکر میکنم که یاد گرفتم که با استرس، ترس از شکست، این چیزی که هست، چون فکر نمیکنم هیچ موقع این تو من از بین بره یا رفته باشه تو تمام این مدت. همیشه استرس رو داشتم، همیشه ترس رو داشتم، همیشه قبل از اینترویوهای کاری بد خوابیدم، یعنی هیچ موقع نتونستم خوب بخوابم. اما اتفاقی که واسه من افتاده اینه که یاد بگیرم وقتی همه اینا وجود داره کارم رو انجام بدم، یعنی اینها باعث نشه که یه کاری رو نکنم. همین صحبتی که الان با شما دارم میکنم یا همین پیجی که دارم اصلا دلیلش برای من اینفلوئنسر شدن نیست یا اینکه بخوام پروموت کنم کاری رو یا همچین چیزی. اینم تئوریش دقیقاً کنار اومدم با یکی از همون ترسی که دارم، یعنی پابلیک اسپیکینگ یا سوشیال انگزایتیه. فقط اینه، یعنی فقط توصیه‌ام اینه که همه ما تو اون قسمت مشترکیم، همه ما ترس داریم، همه ما نگرانی داریم، همه ما شک داریم. اگر یک روزی به این نتیجه رسیدن که با تمام این وجود میخوان مهاجرت کنن، دنباله نباشن که وایسن یه روزی از بین بره و بعد اقدام کنن. وقتی که هست، وقتی که وجود داره، تا جایی که توانشون بهشون اجازه میده تمرکزشون رو بذارن رو مقصد و این کار رو انجام بدن. اگه که سوالی ما باید میپرسیدیم یا دوست دارین یه مطلبی که در موردش حرف بزنین و ما نگفتیم هم لطفا بگین. نه من فکر میکنم خیلی جامعه بود، همه رو پرسیدید، تا چیزی که فکر نمی‌کردم. آره من یه مقدار چیت کردم، رفتم یه خورده از این فیلم‌های از این مصاحبه شما رو دیدم، بعد یه خورده غافلگیر نشم، ولی خب شما همه رو پرسیدید، خیلی هم جامعه بود به نظر من. مرسی که وقت من گذاشتید. فقط یه چیزی میخوام بگم، یه چیزی یادم افتاد. من یکی از دوستان یه سوالی پرسیده بود، گفتم اگر که تو لایو یا صحبتمون تکرار نشد من اینو به میگم. حالا من نمیدونم میتونم جوابش ایشونو اینجا بدم یا دوست دارید توی خودتون بدم. یه آقای پرسیده بود که ما برای کار برنامه نویسی باید حتما اینجا حضور داشته باشیم یا میتونیم، فکر کنم اگه سوالش درست یادم باشه اینه، از اونجا هم اقدام کنیم. ببینید شرکتی که اینجا الان در حال حاضر وجود دارن همه از شما یه چیزی میخوان به اسم استاتوس، یعنی شرایط شما اینجا چیه، اجازه کار داری نداری، یه همچین مسئله. خب قطعا شما نمیتونی از ایران اقدام کنی و این استاتوس رو به دست بیاری، چون شما شما تامین اجتماعی نداری، به قول خودمون نمیدونم تمام این مسئله که اینجا لازمه که به شما حقوق رو بدن نداری، پس این کار شدنی نیست. اما یک سری پلتفرمایی هست، پلتفرم هایی که توش میتونن برن به صورت فریلنسر کار کنن، مثل آپورک، و اونجا این کار براشون امکان پذیره و میتونن درآمد دلاری داشته باشن. مرسی، خیلی گفتگوی خوبی بود، خیلی لذت بردیم. حالا اگه شوخی کردیم دیگه کردیم، کارش نمیتونیم بکنیم. نه شما خیلی نرم بردین جلو و من خیلی مکالمه یعنی گفتگوی خوبی داشتم. واقعا این کار سختیه ولی آفرین به شما، خیلی عالی بود. مرسی از شما که وقت گذاشتید. با توجه به اینکه تایم بعدی هم هست اونجا، الان ساعت چنده؟ الان ساعت 1:04 است. واقعا من که ساعت 1 شب با ما گفتگو داشتیم. مرسی، بهترین ها براتون آرزو میکنیم. مرسی که وقت گذاشتین. مرسی، من روز خوبی داشته باشید، موفق باشید. مرسی، خداحافظ. مرسی، خداحافظ.